نشر مطلب با نام باغ حیوانات یا زندان حیوانات درباره شرایط طاقت‌فرسای نگهبینی جانوران در باغ حیوانات تاجیکستان، شبکه تلویزیونی تاجیکستان شام 15 دکامبر در یک گزارش مفصل گفت عکس‌های نشر شده در اینترنت ربطی به باغ حیوانات دوشنبه ندارند. در گزارش گفته می شود که جانوران در باغ حیوانات پایتخت تاجیکستان با شرایط مناسب و غذای کافی تامین بوده. مأموریت باغ راه‌های درون این مؤسسه را سفال پوش کرده است و مکان نگهداری جانوران را حتی با فرش گرم تامین کرده است. و اما بسیاری از ساکنان از جمله آنهایی که روزهای آخر از باغ حیوانات دوشنبه دیدن کردند که شرایط جانوران در آنجا چندان بیش آسان نیست که شبکه تلویزیونی تاجیکستان تصویر کرده است. 2 روز پیش در شبکه‌های اجتماعی مطلب نشر شد که در آن گفته می شود باغ حیوانات تاجیکستان بیشتر به زندان حیوانات مانند می باشد و از نگاه داشتن جانوران در چنین شرایط، یعنی در کتک‌های تنگ پر از بوی بد دیده، بستن آن باغ تا زمان بنیاد باغ حیوانات معاصر بهتر است. در همین حال روز 15 دکامبر در صحیفه آرکیتکتور دوشنبه طرح ویدیویی باغ حیوانات جدید در پایتخت تاجیکستان را نشر کردند. گفته می شود این باغ معاصر در برش خیابان‌های رودکی و حافظ شیروزی در میدان 13 هکتار با رعایت طلبات امروزه نسبت به چنین مؤسسه‌های بنیاد شده برای بیش از 1500 سرچاروا پیش بینی شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند انتقاد از شرایط بد جانوران در باغ‌های حیوانات به هدف حداقل خود جلب توجه مقامات به این مسئله نائل شد. مطابق گردانیدن همه گونه اینفراستراکتور به طلبات زمانی معاصر با تهیه نقشه مکمل در پایتخت مملکت اقدام است از جانب رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه به خاطر فراهم آوردن شرایط خوبی کار و زندگی به ساکنان و مهمانان پیش گرفته شده است. باغ حیوانات از جمله انشاءات است در اساس نقشه گنرالی شهر دوشنبه در حدود ناحیه اسماعیل سامانی بنیاد خواهد شد. در اساس قرار و دستور سپارش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، سرایست معماری و شهرسازی بنیاد باغ حیوانات را در برش خیابان رودکی و حافظ شیرازی با نقشه گرفته، لایحه انگاروی آن را از روی تکنولوژی معاصر و با نظرداشت فکر و اندیشه‌های متخصصان اروپایی تهیه نموده است. در لایحه انگاروی باغ نوی حیوانات دیده می شود که قطعه‌های نگهداری حیوان‌ها، پرنده و خزنده‌ها از جمله قفس برای حیوان‌های خرد وحشی، قفس برای پرنده‌ها، قفس برای لیمورها، قفس برای حیوان‌های خرد خانگی، قفس برای میمون‌ها و پرنده‌های نادر و دیگر مکانی بود و باش آنها موافق به عائله‌شان علاهیده بوده برای گشت و گذار آزاد جانورها که این نظام زمانوی می باشد تأمین کرده می شود. راهرو و نقطه‌های خدمت‌رسانی، نشستگاه و گوشه‌های تماشای میزاجانی باغ با اصول معاصر و در اساس استاندارد بین‌المللی بنیاد شده، حدود آن با گل و درختان آرایشی آرا داده می‌شود. باغ در مساحت 13 هکتار بنیاد شده برای زیاده از 1,500 سر جانور پیش بینی گردیده است. موضع جدا گردیده برای تشکیل همه گونه امکانات از آن جمله جایگیرانی حیوانات، پرنده‌ها و خزنده‌ها موافق بوده شرایط آزاد نگهداری آنها تشکیل کرده می شود که این طلبات زمانی معاصر می باشد. طبق لایحه در مساحت 0 از 140 هکتار بناهای معموری و خدمت‌رسانی بنیاد می‌گردد. 0 از 185 هکتار دیگر برای نگاهبین و به نمایش گذاشتن حیوانات تاجیکستان، 0 از 146 هکتار برای حیوانات خانگی منطقه تاجیکستان، 0 از 170 هکتار برای حیوانات استرالیا، 0 از 184 هکتار برای حیوانات امریکا، 0 از 161 هکتار برای حیوانات آسیا و 0 از 190 هکتار برای حیوانات افریقا پیش بینی گردیده است. در مساحت 0 از 153 هکتاری باغ کل تشکیل کرده می شود. همه انشاءات به نقشه گرفته شده مطابق به مجاز حیوان و پرنده و خزنده ها جهازانیده می شوند.